برای باز کردن تسمه دینام اول این در مخزن آب پاش رو برمی‌داریم برای کار اطراف باز بشه. این شلنگ منبع انبساط رو هم کنار میکشیم. با یه آچار 13 این پولی هرزگرد بالایی که تسمه سفت کن هست رو به طور خلاف ساعتگرد میچرخونیم تا به این شکل میچرخونیم تا تسمه شل بشه و خارج بشه. خب حالا پولی رو برمیگردونیم و تسمه رو خارج میکنیم. حالا تسمه رو جا میزنیم. دقت میکنیم که این شیارهای تسمه باید به طور کامل این قسمت شیارها روی پولی قرار بگیره. اول از پایین تسمه رو دور میلنگ، پولی میلنگ و کمپرسور کولر قرار میدیم. خب از طرف دیگه از تسمه سفت کن هم اینو عبور میدیم و نهایتا باید از پولی پمپ فرمان هیدرولیک عبور بدم. از اول از پولی میلنگ و کمپرسور کولر ردش میکنیم. بعد از پولی میلنگ از تسمه سفت کن عبورش میدیم و پمپ روغن فرمان. بعد از چرخوندن پولی تسمه سفت کن تسمه رو سر جاش قرار دادیم. باید کاملا روی شیارهای پولی ها قرار گرفته باشه و تسمه در صفحه مشخص خودش باشه که یه وقت بعداً دچار پارگی نشه یا پولی ها آسیب نبینن. خب یه مقدار میچرخونیم که مطمئن بشیم و حالا تسمه سفت کن رو به داخل برمیگردونیم تا کاملا تسمه سفت بشه. ملاحظه میکنید که تسمه کاملا سفت شد.